ما هر روز از پیچ و مهره استفاده می‌کنیم، اما خیلی‌ها نمی‌دونند که محکم‌تر بستن همیشه به معنای ایمن‌تر بودن نیست. وقتی مهره را سفت می‌کنید، رزوه‌ها کشیده می‌شوند و یک پیشبار ایجاد می‌کنند که قطعات را کنار هم محکم می‌چسبانند و اصطکاک قوی ایجاد می‌کنند تا در برابر نیروهای خارجی مقاومت کند. اما اگر نیروی خارجی از آن اصطکاک بیشتر شود، مثلا بیش از 300 نیوتن، صفات فلزی شروع به لغزش می‌کنند و تمام فشار ناگهان به پیچ منتقل می‌شود که می‌تواند خم شود، کشیده شود یا حتی بشکند. مهندسان چگونه این مشکل را حل می‌کنند؟ آنها هرگز صرفاً پیچ را تا جایی که می‌توانند سفت نمی‌کنند. در عوض از آچار ترکمتر استفاده می‌کنند تا کشش دقیق پیچ را کنترل کرده و از بیشتر سفت یا شل شدن جلوگیری کنند. همچنین از پیچ‌های خیلی بلند استفاده نمی‌کنند، چون تغییر دما می‌تواند به مرور آنها را شل کند. در نهایت واشرها اضافه می‌کنند تا اصطکاک را افزایش داده و اتصال را قوی‌تر کنند. یک حرکت ساده سفت کردن مهره در واقع یک مهندسی پیچیده و دقیق پشت خودش دارد.